امتحان خداوند. نقل می کنند که در عهد بنی اسرائیل 3 مرد بودند. یکی از این مردها نابینا، دومی گرفتار بیماری پوست و مرد سوم کل بود. روزی خداوند خواست این 3 نفر را امتحان بکند و فرشته را در صورت گدای به نزد آنها فرستاد. گدا به خانه مرد نابینا آمد و در او را بکفت. مرد نابینا بیرون آمد و از او پرسان شد که چی می‌خواهد. گدای گفت به حرمت خداوند برایم مبلغی بده. در عوضش از خداوند طلب میکنم که چشمان تو را شفا بخشد و دولتت را زیاده کند. مرد نابینا مقدار مبلغ به او داد و گدای خداوند را شکر گفت و دست به صورت او کشید. چشمان او بینا شدند و دولتش نیز افزون. گدای به خانه مردی رفت که علت پیسی داشت. دری او را بکفت. مرد بیرون آمد و پرسید چی می‌خواهی؟ گدای گفت به حرمت خداوندی که ما تو را آفریده برایم چیز خیر بکن. در عوض آن من از خداوندم طلب میکنم که بیماری تو را شفا بخشد. مرد گرفتار بیماری پوست به او خیر نمود و گدای دست به تن او رساند و از خداوند طالب شفای او شد. همان زمان به مرد بیمار از این بیماری نجات یافت و نقل می کنند که دولتش نیز خیلی زیاد گشت. گدای به خانه مردی آمد که کل بود و از او نیز چنین درخواست نمود. مرد کل مقدار مبلغ خوراکه به گدای داد. گدا خداوند را شکر گفت و دست به سر مرد کل نهاد و طالب شفا و افزون شدن مال و ملک او را کرد. میگویند که پس از رفتن گدای این 3 نفر آنقدر بای و بدولت شدند که دولتشان را شماره نبود. خداوند پس از چند سال خواست این چند نفر را بسنجد و ببیند که آیا شکری نعمت داده او را می کنند یا نه. باز همان فرشته به صورت گدا به خانه مردی که سابق نابینا بود آمد و در را گفت. مرد نابینا که اکنون بینا شده بود با کر و فر خاصی دارایان در را باز کرد و به تندی از گدای پرسید چی می‌خواهی؟ چی لازم به تو؟ گدا گفت به حرمت خداوندی که تو را بای و بدولت گردانیده برایم چیز خیر کن. چیزی ندارم، برو از اینجا، گفت آن مرد. گدای گفت به حرمت خدایی که تو را از بیماری رها کرد، چشمانت را بینا کرد و دولتت را زیاده کرد، نمیخواهی چیزی بدهی؟ مرد با تمسخر گفت
چشمان من خودشان بینا شدند. برو از اینجا، چیزی ندارم که به تو دهم. گدای سرخم و ملول به خانه مرد دوم که از بیماری پوست خلاص شده بود آمد. دری او را کوفت. این مرد نیز با گدا به تندی معامله نمود. چی میخواهی؟ گدایی گفت به حرمت خدایی که تو را از بیماری رهانید و مال و دولتت را زیاده کرد، برایم چیزی ببخش. چیزی را نمیدانم. من خودم شفا یافتم و از کسی چیزی قرضدار نیستم. برو. او نیز گدا را از خانه‌اش راند. گدای ملول گشت و به خانه مرد سیوم که سابقاً کل بود آمد. دری او را نیز کوفت. صاحب خانه با نرمی از خانه بیرون شد. با تبسم ملیحی از گدای پرسید: سلام برادر، چیزی میخواهی؟ گدای گفت: به حرمت خداوندی که تو را به چنین جاه و جلال رسانده، برایم چیزی بده. صاحب خانه به او گفت: به حرمت خداوند میگویی؟ به حرمت خداوند من تیارم جانم را بدهم، زیرا هرچی دارم از خداوند است. برو و از میان رمه گوسفندان من هر کدامی را و هر قدری که دلت میخواهد بگیر. گدای خوشنود شد، تبسمی کرد و به مرد روی آورد و گفت: من به مال ملک تو نیاز ندارم. من فرشته خدایم. تنها میخواستم که ببینم که آیا در یاد خداوند هستی یا نه. صاحب خانه با او گفت: دوباره میگویم که برای خداوندم من تیارم جانم را دهم. من همیشه در یاد اویم. نقل میکنند که گدای به منزل خود برگشت و اما مرد کل آنچنان که دارا و به دولت بود همچنان ماند. و نقل میکنند که آن دو مرد اولی که گدای را از خانه رانده بودند و یاد خداوند را از دل برده بودند، فقیر و مفلس گشتند. پس دوستان، هر نفری که در شما را میکوبد و با حاجت روی به شما میارد، حاجتش را برآرید، زیرا تنها خدا میداند که او کیست و با چه مقصدی به پیش شما آمده. شاید این نیز امتحان خداوند است.